واقعا ببینی که زندگی خیلی برات سخت و دشواره، خودت برای خودت پله درست کن. این کلیپ رو ببین و لذت ببر. اگه مسیر داری میری، داری سختی میکشی، داشت تا آخرش برو. 2 تا راه هست تو زندگی. من این درسا رو من خودم تو سختی که تو بودی به خودم میگفتم، یا با تو اینو ضربه کنی زندگی رو، یا زندگی تو رو با ضربه کنه. هیچ وقت نذار زندگی تو رو ضربه کنه. این سختی رو ادامه بده. آقا این سربالایی که تا آخر سربالایی، یه جا دیگه میشه سرپایینی، تموم میشه این سربالایی. انقدر این خیلی ها میرن وسط این آقا دیگه تموم نمیشه، که ولش میکنن دیگه، گردش میکنن. نکن، برو تا نکن.